سلام عرض میکنم خدمت شما. من مهدی سومه هستم. امروز خیلی سریع میخوام 6 تا از افزونه هایی که توی سئو خیلی پرکاربرد هستن رو بهتون معرفی بکنم. این افزونه ها بعضاً میتونه نجات دهنده مسیر سئو شما باشه، به خصوص در زمانی که سایت از بیس کد نویسی شده و CMS آماده نیستش. خب اولین افزونه‌ای که میخوام به شما معرفی بکنم افزونه‌ای هستش که به قول معروف ریدایرکت استاتوس ها رو به شما نشون میده. حالا این دقیقاً یعنی چی؟ اینکه افزونه لینک ریسرچ تولز که ما اینجا داریم دقیقاً چه کاری انجام میده. من یک مثال به شما میزنم. اینکه شما مثلا میایید سایت زومیت رو باز میکنید. خب چون یک مقدار طول کشید و مشکل فنی داشت سیستم من هم زومیت رو باز کردم هم دیجیکالا رو. خب میبینیم که وقتی که مراجعه میکنیم به افزونه، اینجا یک سری برای ما استاتوس ها رو آورده و گفته که این صفحه ایندکس هست، فالو هست، کانونیکالش به چه صورت هست و مسیر رو برای ما نوشته که البته میتونید سایت دیجیکالا هم بررسی بکنید. موقعی که باز میشه زده که خب نوع تایپی که من کرده بودم به این صورت بود، ریدایرکت شده به www و استاتوس 200 هست، ایندکس هست، فالو هست و حالا کانونیکالش رو اینجا نزده. این افزونه خیلی بهتون کمک میکنه در زمانی که مثلا شما در یک سایتی که از بیس کد نویسی شده یک صفحه 404 دارید، اما این صفحه 404 صرفاً فقط یک عکسی از صفحه 404 هست، نوشته 404 اما استاتوسی که برمیگرده 200 هستش. ما میدونیم که باید برای صفحات 404 استاتوس 404 برگردونده بشه و این استاتوس 200 صحیح نیست و مثل یک صفحه عادی گوگل باش برخورد میکنه، نه صفحه 404. افزونه بعدی که میخواستم بهتون معرفی بکنم این افزونه هست که میتونید باهاش با توجه به ایجنت های مختلف سایتتون رو ببینید. برای این مثال میتونید گوگل بات رو کلیک بکنید و همونجور که میبینید چه یوزر ایجنت سویچر هست اسم این نرم افزار و چشمای این آدمکی که اینجا هست مشکی شد و وقتی که رفرش میکنید میتونید سایت رو از چشم گوگل بات ببینید. این خیلی کمک میکنه به اینکه موقع‌هایی هستش که خب سایت رو میخواید از نظر تکنیکالی بررسی بکنید، ببینید که کدنویسی سایت به چه صورت بوده. شاید اشکالی توی کدنویسی وجود داره که کراولر نمیتونه سایت رو به خوبی بررسی بکنه. خب من این رو روی حالت دیفالت برمیگردونم. پس اسم این افزونه هم میتونید سرچ بفرمایید یوزر ایجنت سویچر. افزونه بعدی که میخواستم بهتون معرفی بکنم در واقع جاوا اسکریپت رو روی صفحه فعال و غیر فعال میکنه. میتونید کلیک بکنید روی این گزینه، یک مقدار طول میکشه، جاوا اسکریپت به صورت قرمز در میاد و میتونید یک بار صفحتون رو رفرش بکنید. اسم این افزونه هم توگل جاوا اسکریپت هست. توگل به معنی این هستش که خب اگر صفر باید یک بکنیم، اگر یک باید صفر بکنید. در واقع همین دکمه‌ای که اینجا هست اسمش توگله. تو الکترونیک خیلی کاربرد داره. حالا شما اینجا هم بد نیستش که با این مفهوم آشنا بشید. خب ما وقتی که جاوا اسکریپت رو روی صفحه غیر فعال میکنیم میتونیم ببینیم که در واقع لینک ها وضعیتش به چه صورت هست. شاید زمانی باشه که شما میخواید در یک صفحه لینکی رو دریافت کنید و نمیخواید که این صفحه در زمانی که جاوا اسکریپت غیر فعال هست لینک ناپدید بشه و میخواید چه فعال چه غیر فعال این لینک روی صفحه باشه. میتونید با این افزونه چک بکنید که ببینید وضعیت به چه صورت هستش.
من اینو روشن کنم برای این سایت. حواستون باشه که اگر اینها رو، این افزونه و این افزونه که یوزر ایجنت سویچر هست رو حالت گوگل بات بذارید، یادتون نباشه امکان داره که بعضی وقتا ندونید که سایت چرا بعد داره لود میشه و فکر کنید که اشکال تکنیکالی هست. حواستون باشه این رو به حالت اول برش گردونید چون سیو میمونن. افزونه بعدی سئو کویک هست که کلیک میکنید روش. اینها رو دیگه من برای کوتاه شدن ویدیو دیگه دونه دونه سرچ نمی‌کنم، صفحه کمپانی رو به شما نشون بدم. خودتون میتونید سرچ بکنید و ببینید که به چه صورت هست. یک شمای کلی از وضعیت لینک ها، مطالب و حالا تگ های سایت به ما میدن. برای مثال شما میخواید از این صفحه یک لینکی رو دریافت بکنید. خیلی مهم هستش که این صفحه چند تا لینک خروجی داره. این رو شما باید بررسی بکنید. چند تا لینک به صفحات خارجی داده، صفحات داخلی لینکاش به چه صورت هستش. همونجور که میبینید این صفحه تقریباً توتال لینکی 197 تاست، 191 فالو، 6 تا نو فالو داره. نو فالو ها به صورت کم رنگ در میاد، این رو در نظر داشته باشید. و فالو ها هم که خب دارید میبینید این لینک های اینترنال هست. لینک های خارجی که اکسترنال هست رو شما کلیک میکنید، میگه 27 تا لینک خروجی داره این صفحه، 5 تاش فالوه و 22 تاش نو فالوه. اونایی که فالوه شما میتونید ببینید که احتمالاً، یعنی حتما خریداری کردن. از نوع ایمیج هستش، این نوع تکست هستش که صفحه خود زومیت هست، به هر حال این هم لینک خارجی حساب میشه. همچنین این لینک دنسیتی این صفحه رو میبینید که توی این صفحه 1900 تا کلمه به کار برده شده. تایتل به چه صورت بوده، متا به چه صورت بوده و اینکه میتونید تقریبا بفهمید که رقبا روی هر صفحهشون از چه تعداد کلمه استفاده میکنن که حالا این رو با ابزارهای دیگه هم میتونید بفهمید. پیج اینفو هم که خب یک سری امکانات کلی رو به شما میده، تگ‌ها رو براتون مشخص میکنه و همچنین میتونید با این افزونه کار بکنید. خیلی پرکاربرد هست، حتما استفاده بکنید. افزونه بعدی که شاید خیلی ها استفاده بکنن و بشناسن افزونه نایت واچ هست. شما میتونید لینک صفحتون رو بدید، کوئریتون هم اینجا وارد میکنید و براتون مشخص میکنه که این صفحه توی گوگل چه رتبه‌ای داره با توجه به کشورهای مختلف و زبانهای مختلف. برای مثال من این رو روی فارسی تنظیم میکنم، یک کوئری می نویسم برای مثال خیلی ساده و لینک زومیت رو میذارم. ببینم که روی خرید گوشی سایت زومیت روی چه رتبه‌ای قرار داره. سرچ میکنه و نتیجه مشخص میشه. میگه توی رتبه 5 روش هم که میایید اینجا براتون مشخص میکنه. اگر صفحه خیلی پایینی باشه، موقعی که روش کلیک میکنید روی اون صفحه میره و نگه میداره. به این صورت خیلی ساده میتونید بفهمید که کوئریتون کجا قرار داره. دیگه نیازی نیستش که 10 صفحه رو برای مثال شما کلیک بکنید و برید جلو. افزونه نایت واچ بود. این افزونه هم خیلی خیلی پرکاربرد هست. وپلایزر این به این درد میخوره که شما تکنولوژی هایی که توی یک صفحه به کار برده شده رو ببینید و مخصوصا برای کسایی که یک مقدار فنی قوی تری دارن میتونن که ببینن چه تکنولوژی هایی استفاده شده و اون بحث سرور ساید رندرینگ رو در نظر داشته باشن که معمولا توی سایت های جاوا اسکریپتی پیش میاد. اگر میخواید به کارفرما پیش فاکتوری بدید یا حالا به هر حال بررسی های فنی رو در ابتدای کار انجام بدید بدون دسترسی و مشاوره با تیم فنیشون، این افزونه وپلایزر کمک میکنه. در غیر این صورت هم حالا اگر کاربر اونقدر حرفه‌ای نیستید میتونید
برای این مثال تشخیص بدید که چه سایتی وردپرسیه چه سایتی وردپرسی نیست. خیلی ساده. البته این رو با یک کلیک راست و اینسپکت هم میتونید ببینید، نیاز به نصب به این افزونه نیست، و یا ویو پیج سورس که ببینید جاوا اسکریپتی هست سایت یا اینکه خیر. خب باز شد. در اینجا میتونید ببینید که سایت زومیت برای مثال از چه تکنولوژی‌هایی استفاده کرده. Node.js استفاده کرده، ریاکت استفاده کرده، ابزارهای آنالیزش رو میتونید ببینید و به هم صورت کتابخانه هایی که استفاده کرده و حالا تکنولوژی هایی که برای توسعهش نیاز داشته رو اینجا آورده و میتونید یک نگاهی بهش بندازید. امیدوارم که از این آموزش کوتاه خوشتون اومده باشه. من دیگه توضیحات زیادی نمیدم که راحت‌تر بتونید فیلم رو ببینید. اگر براتون مفید بوده من ممنون میشم که کانال رو لایک و سابسکرایب بکنید. زنگوله بغل هم اگر بزنید به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر میشه به شما اطلاع داده میشه که اولین نفر باشید که این ویدیو رو میبینید. من ممنونم از شما. فعلا خدا نگهدار.